أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب مسلم 426 می باشد. انس زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند کوچک بودند. مادرشان ام سلیم انس کوچک را برای خدمتگزاری دادند. انس کوچک در تربیت پیامبر بزرگ گشت. از پیامبر صلی الله علیه و سلم 2286 حدیث روایت کرده است. انس میگویند که صلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز با همراهی ما نماز گذاشتن، امام بودند. فلما قضا صلاة اقبل علینا بوجهه. وقتی که نماز را تمام کردند بر ما روی آوردند، گفتند ایها الناس انی امامکم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم امامی و من خلفی. پیامبر گفتند ای مردم، من امام شمایم. شمایان در رکوع و سجده و در قیام و در گشتن از من سبقت نکنید. من میبینم آنچه که شما در قفا انجام میدهید از پیش میبینم. این یکی از خصوصیت های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که پیامبر در نماز الله چنان این معجزه بود که آن شخصایی که آن منافقهایی که در نماز در صفها برای راست ایستادن اهمیت نمیدادند پیامبر میدیدند. و اینچنین شفقت پیامبر، مهربانی پیامبر بود که پیامبر امتانشان را میدیدند که آیا آنها سبقت میکند یا که سبقت نمیکند. اگر سبقت کند خبر بدهند که تا نمازشان باطل نگردد. این یکی از مهربانی الله که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین معجزه رو عطا فرموده است. از خصوصیت های پیامبر این است که وقتی که پیامبر خواب میکردند چشمانشان خواب میکرد اما دلشان خواب نمیکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از خصوصیت هایشان این است که هر زنی که اگر پیامبر نفسش رو ببخشد پیامبر میتوانند ازدواج بکنند. این یکی از خصوصیت های پیامبر بود. و اینچنین پیامبر میگویند که من 2 برابری انسان ها درد میکشم. وقتی که پرسیده شد گفتند پیامبر یعنی 2 برابر دی شخص ها درد میکشد. برای منزلتش که بالا است بلا هم نیست، سنجش الله هم بزرگتر میباشد. سپس پیامبر گفتند که من شما آنچه که انجام میدهید من میبینم. والذی نفس محمد بیده لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. قسم به آن اللهی که جان محمد در دست او است، گفتند اگر آنچه که من میبینم شما اگر ببینید شما کم میخندیدید و بسیار گریه میکردید. و اینچنین از این خصوصیت های پیامبر که پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار چیزها رو میدیدند. و اینچنین عذاب قبر در یک شخص در یک قبر گذشتن که گفتند این 2 قبر صاحب قبر عذاب میکشد. قالوا وما رأيت رسول الله وما رأيت یا رسول الله. صحابگان گفتند تو چی رو میبینی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من بیشت دوزخ رو دیدم. شما اگر آنچه که من میدیدم شما میدیدید شما بسیار گریه میکردید، کم میخندیدید. زیرا وقتی که انسان دوزخ رو ببیند، عذاب شکنجه دوزخیان رو وقتی که ملائکه های فرشتگان عذاب میدهند وقتی که ببیند
او همیشه به ذکر الله مشغول می شود که الله او را نگه دارد. وقتی که بهشت جاویدان رو وقتی که انسان ببیند، از امید دیگر این امیدهای دنیا قطع می شود و تمامی وقتهایش را برای الله می سپارد و صرف می کند. متاسفانه بسیار شخصا به این وقتی که از طلا گرانتر است اهمیت نمی دهند، به سخنهای بیهوده مشغول می شوند. با این وقت بهشت را خریدن ممکن است، اما بسیار شخص ها با این وقت اهمیت نمی دهند. این بود شرح مختصری این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.